فعلا سرماخوردگیم 100% خوب نشده، اما دکتر با قرصایی که تجویز کرده دارم استفاده میکنم که حتما سرماخوردگیم بهتر بشه، چون اگه من سرحال بشم تیمم رو راحت‌تر میتونم تمرین بدم. ببخشید راجع به فوتبال فکر میکنم که نه، من یه سوال دیگه از حضورتون دارم. میخوام ببینم که نه، خواهش میکنم، میخوام چقدر تاثیر داره به موقع خوردن قرصا برای خوب شدن سرماخوردگی. مطمئنا به نظر من به همه مردم خوبمونم توصیه میکنم که حتما تجویزی که دکتر میکنه حتما عمل بکنن، قرصاشون رو به موقع بخورن، شربت داد بخورن، حتی اگه از آمپول هم میترسن حتما آمپولو بزنن. آب و هوا که دیگه مشکل نه، آب و هوای جام حذفی بهتر یا آب و هوای لیگ؟ راجع به چیزا صحبت آب و هواش به نظر من آب و هوای گیلان خیلی خوب بوده امروز و رشت یه هوای خیلی خوب بوده.